سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدید به چنل هشاشین. دوباره رفتم یه میکروفون جدید گرفتم. میکروفون قبلی مثل که قلابی بود، رفتمش پس دادم، گفتم توی کستیش اومدی به من گفتی که اصله، ولی این اصل نبود. خب بریم اینجا ببینیم دوربین داره. بریم اینجا ببینیم دوربین داره برای یوتیوبمون. اوف بچه‌ها، من اومدم خواستم سیستم نگاه کنم. این سیستم چه خداه. Sadece bunlar falan hepsi. بچه‌ها نه این کلا این تیمش. Bak bu ne kadarmış? Bu 13.000 lira. فقط یعنی خود کیس دست ازم بهش دادش. پول خدامونه. این نزدیک به پول ایران 300 میلیون پولشه واجی. پشما چه خفنه. ولی اصلا میاد چیش خوش اومد. برو من بدت نخور واجی. از اصلا صفحه‌شو فقط مانیتورش نزدیک 20 تومن 30 تومن پولشه واجی. پشما این به درد علی بیگزموک بخوره واجی. اینا شم برای کمپش چیزا به درد خفنی میخوره. صندلی چنده بونش ببینم برای یوتیوب. بچه‌ها حمایت کنید. 8000 تا چقدر میکنه پول این درش؟ 16 تا 16 18 میلیون پولشه. علی اینا اورجینال. وای حاجی اینا اورجینال ها. اینا قشنگ یا کن. درسته الان خب اینجا درسته اینجا خب همه چی کمه ولی اورجینال همش. سیستما رو چقدر اون 32000 تا سکون 70 میلیون فقط کیس 70 میلیون 50 تومن. بریم بچه‌ها. این ویدیو رو هم دارم میگم دیگه، چون چنل یوتیوب هم قراره در مورد خود یوتیوب باشه، هم در مورد خرید و فروشون باشه. چه قرار بود من امشب آخرین ویدیو افشاگری یوتیوب رو بگیرم و خب اومدم خونه و دیدم که میکروفونی که من خریده بودم، میکروفون یقه‌ای که گرفته بودم، به اسم اورجینال انداخته بودم بهم، که بردم مغازه بهش گفتم این داستان اصلا اورجینال نیست، اصلا کیفیت صدا نداره. من اونو 1000 تا گرفته بودم به پول خب ترکیه 1000 لیر، به پول ایران میشد 2.5 میلیون پولش دادم خورده ای. الان گفت یه دونه جدید آوردم اینجوریه، بازش میکنی اینو وصل میکنی، بعد اینا دو تا میکروفون خیلی کوچولو گولی مگولی دیگه بهم تخفیف داد. دیگه اومدم دوربین بگیرم که گفتم فعلا دوربین نمیخوام، الان با گوشیامو خب هستش دیگه. حالا چند تا دو تا گوشی گرفتم، تا آیفون گرفتم برای ولاگای یوتیوب و اینا. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم دیگه. بچه‌ها حمایت کنید، خیلی دوستتون دارم. قوری کشیارم جا نمونید ازش. فعلا خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. گوش